من قربان شادی اخلاصمندی زیادی سرودهای خلقی و بهری کسانی که سرودهای خلقی را دوست می‌دارند و احترام می‌کنند، من می‌خواهم که سرودی پیشنهاد کنم که تا اینکه من می‌خواهم که همین سرودهای خلقی را از نو احیا کنم و به جوانان فهمونم که سرودهای خلقی چقدر بزرگ هستند و چی مضمون بزرگی دارند، در زیر آنها چی مفهوم بزرگ نهان است. باید جوانان ما از اصل خیش، از اصل ملت خیش آگاه باشند و دانند که ما هم خیلی بزرگان صنعت و فرهنگ ملی داشتیم و خواهیم داشت. جانم وطنم گوهریانی هنیشانی، با سرورین اختری خیش وجد زبانی. جانم وطنم گوهری عالی هنیشانی، با سرورین اختری خیش ورد زبانی. آن شعله‌ای رخشید در آنجا گوهری ماست، از فیض هنر علم و عمل از ثمری ماست. ارباب بهشت که سرافراخت در این راه، از علم و عمل از ثمری ماست. جانم وطنم گوهری عالی هنیشانی، با سرورین اختری خیش ورد زبانی. سرمشه ما شهر و دهاتی دارا، امرشه بلخ ما سمرقند و بخارا. از سلسله داران جهانیم، پیوسته و دل بسته و فردای گوارا. جانم وطنم گوهری عالی هنیشانی، با سرورین اختری خیش ورد زبانی. جانم وطنم گوهری عالی هنیشانی، با سرورین اختری خیش ورد زبانی. با سرورین اختری خیش ورد زبانی.